یک مقام وزارت امور خارجه تاجیکستان میگوید در نوبت بعدی بازگشت از عراق یک زن جوان است که قرار است روزهای نزدیک فرزند نخستین خود را تولد کند. آیشه دختر 16 ساله است و بر اساس توافق با مقامات عراق در فرصت 40 روز بعد تولد فرزند او به دوشنبه انتقال می‌یابد. در این باره روز 4 می به رادیو آزادی سفیر تاجیکستان در کویت زبیدالله زبیدوف خبر داد. این دیپلمات تاجیک با سپارش پرزیدنت مسئول امور تاجیکستان در عراق هم هست و در انتقال 4 کودک تاجیک از بغداد به دوشنبه در آخر اپریل سال جاری اشتراک کرده است. با اطلاع دریافتی رادیو آزادی این دختر تاجیک فعلا در یکی از بیمارستان‌های شهر بغداد زیر نظر طبیبان است. سلامتیش خوب ارزیابی می‌شود. یونیسف و بنیاد اطفال سازمان ملل متحد از او مراقبت می‌کند و می‌گوید که در مرحله کنونی او از چیزی شکایت ندارد. این دختر تاجیک بعد کشته شدن والدانش در قلمروهای زیر نظر گروه به نام دولت اسلامی با 3 خواهر و دادرش تنها ماند و او را به یک مرد تاجیک دیگر به زنی دادند. ظاهرا شوهر او هم در درگیری‌ها کشته شد. مقامات عراق هم میگویند که در اساس موافقه با جانب تاجیکستان این جوان زن بعد 40 روز تولد کودکش به جانب تاجیکستان سپرده می شود. انتقال او به وطن در چارچوب سپارش پرزیدنت تاجیکستان صورت میگیرد که گفته است کودکان و افراد دیگر بیگناه را از قلمروهای جنگی به وطن برگردانند. آخر ماه اپریل بر اساس همین سپارش نخستین گروه 4 نفره کودکان یتیم مانده تاجیک به دوشنبه انتقال یافتند. در این باره روز 4 ماه یک مقام بلندپایه عراق در صحبت با رادیو آزادی هم معلومات داد. دکتر آمل موسی حسین رئیس دپارتمنت رابطه با کشورهای آسیا و استرالیا در وزارت خارجه عراق که در حاشیه نشست مبارزه با تروریسم در دوشنبه به رادیو آزادی گفت مقامات کشورش با جانب تاجیکستان همکاری میکنند.